از 12 نوامبر تحریم‌های شورای اروپا نسبت 3 بانک تجارتی تاجیکستان به اجرا می‌دراید. چاره‌های محدود کننده بروسل در قطار ده‌ها ساختار و تشکیلات از کشورهای خارجی نسبت دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به خاطر کمکشان به روسیه که وضع را در اوکراین بی‌ثبات می‌کند تطبیق شدند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از این قرار اظهار نگرانی عمیق نمود. در متن تحریم ها از جمله آمده است: با اداره و شرکت های اروپایی همکاری و معامله و داد و گرفت ها با ساختارهای من است که به روسیه به طور مستقیم و غیر مستقیم محصولات و تکنولوژی های استفاده دوگانه را صادرات، فروش، تامین و انتقال می دهند. همکاری مستقیم و غیر مستقیم با تشکیلات استفاده کننده نظام میر در خارجه و دیگر خدمات مانند به آن که از جانب روسیه تأسیس شدند منع می باشد. شرکت های تاجیکستانی به فهرست سیاه تحریم ها با آن اساس وارد کرده شدند که در عملیاتی از دیدگاه اتحاد اروپا ممنوع شده بانکی مساعدت کردند. یک ماده که به بانک های تاجیکستانی مربوط است میگوید همه تشکیلات و ساختارهای مالی که خدمات و پرداخت ها با کریپتو اسعار را فراهم میکنند به نوشته اتحاد اروپا مقصد تحریم ها را جدا ویران میکنند و با همین سبب معامله های بانکی با آنها منع می شود. در عمل این معنای آن را دارد که همکاری مساعدت در پرداخت های شرکت ها، تشکیلات و شخصیت ها که در فهرست سیاه اتحاد اروپا شامل هستند منع است. در یک ماده جداگانه فهرست تخمینا 2000 افراد و نزدیک به 700 تشکیلات وجود دارد که در حدود اروپا مسدود شدند. این همان رویخط نفران و تشکیلات خارجی می باشد که نباید با آنها پرداخت ها و مساعدت پولی برای روسیه انجام داده شود. یعنی سبب اساسی اینکه بانک های تاجیکستانی تحریم شدند این است که آنها برای پرداخت های پولی تشکیلات و شخصیت های در فهرست سیاه وارد شده مساعدت کردند. دوشنبه سیتی بانک، سپیتامین بانک و کامرس بانک تاجیکستان به درخواست رادیوی آزادی برای شرح این قرار پاسخ ندادند. وزارت کارهای خارجه تاجیکستان از شامل شدن برخی از بانک‌های تاجیکستان به این فهرست تحریم‌ها عمیقاً نگران بوده اظهار تأسف می‌کند. حکومت تاجیکستان وضع کنونی را همه‌جانبه مورد آموزش و پیگیری قرار داده جهت تا حد اقل کاهش دادن عاقبت‌های منفی این تحریم‌ها چاره‌های ضروری می‌اندیشد. بانک ملی تاجیکستان یکجا با تشکیلات‌های قرضه مالیوی و دیگر مقامات وکالتدار حالت مذکور را همه جانبه مورد آموزش و پیگیری قرار می‌دهد. عملیات‌های بانکی داخل کشور، خدمت‌رسانی حساب‌ها، کارت‌ها، بانکمت‌ها، ضمیمه برنامه‌ها و خدمت‌رسانی‌های الکترونی طبق نقشه اجرا می‌گردند. تاجیکستان و این 3 بانک که به فکرم 20% امانت‌های ساکنان کشور را نگه می‌دارند بیشتر به روسیه و چین نگرانیده شدند تا به اروپا. مقصد تحریم‌ها این نیست که کار آنها را محدود کنند. آنها در داخل به کار خود ادامه می‌دهند و مشکل جدی پیش نمی‌آید، ولی برای انتقال‌ها به اروپا و یا از بین بردن شرکت‌هایی که در ساحه بانکی به روسیه برای دور زدن تحریم‌ها یاری می‌رسانند در این بخش بله نتیجه بخش می‌شود. مقصد تحریم‌ها هم همین است. برای تاجیکستان این قرار ناراحت کننده است چون به آبرویش آسیب می‌رساند. مردم می‌ترسند مثلا نه همه ابزارهای بانکی آنها کار خواهد کرد. منظورم ویزا و مسترکارد آنها در اروپا و بیرون از تاجیکستان کار نمی‌کنند. این بسیار بد است. دوم اینکه مردم همیشه از همه گونه محدودیت‌های تاثیرهای بین المللی به کار بانک‌ها هراس دارند. شاید هم یک مقدار مشتری‌ها بانک‌ها را ترک کنند و اینکه به قول برخی رسانه‌ها این بانک‌ها به رهبریت عالی تاجیکستان ربط دارند. شاید هم آنها به خاطر کم کردن آبروریزی برای اصلاح وضع بعد این خیلی تلاش به خرج خواهند داد. چاره‌های محدود کننده اتحاد اروپا سرکوبگرانه نیستند. هدف تغییر دادن سیاست یا رفتار منفی یا زیان‌آور از راه تاثیرگذاری به کشورهای میباشد که عضو اتحاد اروپا نیستند، از جمله تشکیلات مسئول و شخصیت‌های جداگانه. چاره‌های اقتصادی که در رابطه با تجاوز روسیه به خاک اوکراین جاری شدند منتظم هر 6 ماه بازبینی می‌شوند و از روی ضرورت با نظرداشت تغییرات در رفتار شخصیت‌ها و تشکیلات مورد ذکر اصلاح کرده می‌شوند.
ба бовари коршинос Востовский дар асл қарори таҳрим шудани ин ё он сохтор ба осонӣ бекор кардан намешавад ва ҳамкории наздики ҷониби таҳрим шударо тақозо мекунад. ҳамкории мақомот ба ҳукумати тоҷикистон бо комиссиони аврупо дар таҳияи як сиёсати бештар марказонидашуда дар сатҳи ҳукуматӣ ё миллӣ ба хотири дар оянда пеш наомадани чунин як ҳолате ба бовари ман ҳамон чизе аст ки комиссиони аврупо ба он беш аз ҳама манфиатдор аст. гап фақат дар бонку криптоасъор нест, дар бораи тиҷорат ва интиқоли борҳо тавассути тоҷикистон ҳам ҳаст. нишондодҳои интиқоли борҳои ширкатҳои зиёди аврупоӣ ба тоҷикистон якбора боло рафтанд. сабаб ин ки аввал ба тоҷикистон ва аз он ҷо ба русия мераванд ва комиссиони аврупо аз ин хабар дорад. аз ин рӯ ҳамкории бештари мақомот ва ҳукумати тоҷикистон барои расидагӣ ба ин масъала кӯмак мекунад. ин коршинос мегӯяд аврупоиҳо баъди соли 2022 ҳама таҳримҳои мумкинро барои ҷазо додани русия барои ҷанги идомаёбандааш дар украина ҷорӣ карданд ва акнун навбати кишварҳои сеюм ва ёрирасони Москав расидааст. аз ин хотир фишор болои онҳо дар ояндаи наздик то рафт бештар хоҳад шуд.